هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای درب و داغونی که نگران ریزش بسیجیاست و از خطر نفوذ اینجوری آه و ناله میکنه. بدانید که بسیج به شدت در معرض توطئه دشمن و نفوذ دشمنه. اینو فراموش نکنید. دشمن همه سعی و توان خودش رو میکنه که علیه بسیج توطئه کنه که از درون بسیج رو دچار مشکل کنه و نفوذ کنه در بسیج و توطئه کنه علیه بسیج. این حال و روز ولی فقیه که این روزا زمین زیر پاش در حال لرزشه و به یه چنین وضعیتی دچار شده. شیخ فری هم در مسابقه با سنگ پای قزوین هر بار برگ جدیدی رو میکنه. گفتم اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه‌ریزی، به منم نگید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید برید اجرا کنید. اصلا اون شبی که اجرا شد من نمیدونستم اون هفته است یا هفته بعدی، چون شما گفتم به منم نگید. شما خودتون برید برنامه‌ریزی کنید، تو صدا و سیما کار تبلیغات انجام بدید، هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. احتمالاً غافلگیری شیخ فری یه چیزی تو این مایه ها بوده. کار به جایی رسیده که حتی این آخوندهای دوزاری هم صداشون در اومده و اینجوری جنگ و دعواشون رو آوردن توی تیوی ریش. یا رئیس جمهور محترم فرمایش میکنن انشالله که خط قرمزتون نباشه. من جمعه صبح فهمیدم. آقا این چه ادبیاتی شما با مردم صحبت میکنید؟ من این موقعی تو همین برنامه گفتم آقای رئیس جمهور چرا با مردم صحبت نمیکنه؟ آقا اشتباه کردم. آقای رئیس جمهور اجالتا با مردم صحبت نکن. چون اومدن صحبت کردن این جمله رو گفتم من صبح فهمیدم و اینا، درد رو دردمون اضافه شد. بزبز قندی هم که منتظر فرصت بود اینجوری با شیخ فری تصفیه حساب کرد. آقای روحانی رئیس جمهور دوگانه متناقض با مردم حرف نمیزنه. رئیس جمهوری اسلامی دروغ نمیگه. رئیس جمهوری اسلامی وعده دروغ نمیده. رئیس جمهوری اسلامی تو جلسه خصوصی یه چیز تو جلسه عمومی ضدش نمیگه. رئیس جمهوری اسلامی مثلا اگه آخوند باشه و معمم و روحانی باشه تو جلسه داخلی و خارجی 180 درجه متناقض حرف نمیزنه. مسئولیت حرفایی که زده به عهده میگیره. شما 2.5 سال پیش گفتی تمام شد تحریما، هسته‌ای رو بستیم، بتون ریختی، گفتی تمام شد، گفتی پول نمیدونم مشکل بانک ها حل شد. 2 هفته پیش آمدید گفتی ما کیسه کیسه داریم دلار میاریم، ارز میاریم. اون وقت دروغ گفتی. الان این جنگ و دعواها وقتی به استبل ولایت میرسه اینطوری میشه. سوال مردم این است جناب آقای روحانی، چه کاری شما انجام دادید که شاه لعنتی و ملعون و بیشرف انجام نداد؟ و چه کاری انجام ندادید شما که اون بیشرف انجام داد تا ما انقلاب کردیم؟ امام جمعه های خامنه‌ای هم این روزا زدن تو خط دروغ درمانیش. یه نمونش این حجت الاسلام شلغمه که اینجوری میخواد دل بسیجی ها رو خوش کنه. ببینید شما بسیجیان چه حماسه آفریدی. هنوز لبنان دستخوش حادثه است. هنوز در عراق ریشه های اینها جمع نشده، ولی شما ببینید بسیجیان عزیز ما در کنار ملت هوشمند ایران نقشه های دشمن را در طی زمان کوتاه محو کردن و نقشه بر آب کردن. البته بسیجی ها حالا دیگه به خوبی دستشون اومده که بالا رفتن از این نردبون آخوند ساخته آخر عاقبت نداره و تهش همشون کله میشه.
یکی نیست به این آخوندا بگه اگه مدعی هستید همه چیز تموم شده، پس این خط و نشون کشیدن ها و چنگ و دندون نشون دادن هاتون برای چیه؟ یعنی حکم محارب، حکم بغی که برای این گونه افراد در نظر گرفته شده در قله مجازات های اسلامی است و انشاءالله دست انتقام الهی از آستین مجریان قانون و دستگاه قضایی اینها رو بگیره و به ویژه با سرعت هم اقدام بشه تا در ذائقه مردم بشینه. این ترس و وحشت به خاطر اینه که خودشون هم میدونن که تا کجا تو فساد فرو رفتن. نگاه نظام رسمی ما به فساد اینه که بالاخره ما یه ساختار و سیستمی داریم، خیلی کشور خوبه، گل و بلبله، حالا اون پاشنه کفشمون آلوده شد، یه آب میکشیم مثلا اون آلودگیش از بین بره. این نگاهیه که ما داریم. نه آقا، خوب صورت مسئله و تصویر رو بفهم. وقتی خوب بفهمی میبینی که اولا پاشنه کفشت آلوده نشده، تازانو هم نه، ما تا گردن فرو رفتیم در فساد. امام دجالشون هم سالها پیش همین وضعیت رو پیش بینی کرده بود. خطر بزرگ این است که امروز ما را اون خطر احتمال میرد که اون خطر برای ما باشد، این است که یه وقت ملت از حکومت برگردد. اون روز است که برای ما مصیبت پیش میاد. اون روز است که نه جنگ میتواند پیروز بشد و نه مجلس میتواند موفق باشد و نه دولت. اون روز است که باید فاتحه را بخوانیم. همه این اتفاقات در حالی داره میفته که عمامه عظما تو عراق هم پریشون شده و این گزارشگر سرگردون تیوریش هر بار مجبور از این گزارش ها مخابره کنه. ساعت 22:30 به وقت بغداد، یعنی ساعت 23 به وقت محلی تهران، تعدادی آشوبگر در شهر مقدس نجف اشرف به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف حمله کردند و در حالی که نیروهای عراقی فقط نظاره‌گر بودند و اقدامی ننمودند، آشوبگران وارد کنسولگری شدند و آن را به طور کلی آتش زدند. در شهر مقدس کربلا نیز تعدادی آشوبگر به استانداری و برخی دفاتر مراجع عظام حمله کردند و تلاش کردند دفاتر آنها را به آتش بکشند، اما نیروهای عراقی که با آنها مقابله کردند تقریباً 32 تن از آنها هم به شدت توسط آشوبگران زخمی شدند. این سفیر هراسون عظما تو عراق هم وحشت زده اومده پای خط تا فقط بگه درست همه چیزمون در عراق برباد رفت، اما ما هنوز سالمی. البته دوستان و همکاران بنده در نجف اشرف به دلیل اینکه از قضیه مطلع شده بودن محل رو ترک کردن و الحمدلله تمام همکاران و دیپلمات‌های ما در امنیت هستند و الان مشکلی ندارن، اما خب خسارت زیادی وارد شده و ساختمان سرکنسولگری تقریبا بلا استفاده شده و متاسفانه این اتفاق رخ داده. تحولات شتابان عراق یه چنین بلایی سر عظما و مزدوراش آورده. این مشنگ زوزنقه سرکرده بسیجی هست که معلوم حسابی تبش رفته بالا و از این هزیونا میگه. بسیج از مردمه، برای مردمه و با مردمه. هیچگاه بسیج جلو مردم نه ایستاده و نه خواهد ایستاد. بسیج پرچمدار مطالبات مردمه. بسیج پرچمدار عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و تبعیضه. بسیج با همه مطالبات مردم همراهه. این هم نمونه از رابطه مردم ایران با بسیجی‌ها. پایگاه بسیج تصرف شد. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. بسیجی اومدن ملت کنسرش
فردیس یه ماشین بسیجی ها رو آتیش زدن. دمشون گرم. اینجاست که معلوم میشه این سرکرده بسیجی ها تو چه مایتابه‌ای برای اوباش بسیجی نیمرو درست کرده. از اون طرف آخوندای حکومتی هم از ترس قیام آفرینان به تمرین لگد پرونی رو آوردن. به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. حالا حکایت عظماست که یه آخوند جنایتکاری مثل این تمساح عمامه‌دار رو آورده تا اندرباب بخشندگی عظما روزه بخونه. اون که در شخصیت ایشون بیشتر من را جذب میکنه و تحت تاثیر قرار میده وسعت نظر ایشون در مقابل مخالفین. ایشون اونجا که مصلحت کشور باشه با کسانی که 100% مخالفش هستن اما هیچ به روشون نمیاره، دستی هم سر گوششون میکشه، یه لبخندی هم بهشون میذاره، باشونم یه جوری به نحوی دلشو به دست بیاره، اقل از ذرهش کاسته بشه. تو شرایطی که عظما با بحران بی‌راه‌حلی مواجهه، بالاخره تونست یه راه حلی پیدا کنه. راه حل عمامه گذاشتن روی اینترنت. ببینید عزیزان، ما الان در وضعی هستیم که یه پیامی را مثلا ما میخوایم تو فضای مجازی رد و بدل کنیم، اول میره در سروری که نمیدونم توی اقیانوس اطلس هست، اونجا بررسی میشه، دوباره برمیگردد. اگر خود ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم دیگه نیاز به این قضیه نداریم. در این زمینه چین اقدام کرده، موفق بوده. حکایت راه حل پیدا کردن آخوندا برای اینترنت حکایت این آقا خرسه است که کلی فکر میکنه، آخرش این میشه. این وزیر مشنگ رفاه هم خودش اعتراف میکنه که تو این وضعیت کاری جز فک زدن ازش بر نمیاد. من عذرخواهی میکنم، اصلا قصدی همه صحبت خستنده نداشتم، ولی الان تلفن تو دستش قرار بگیره اصلا متاسفانه الان اختیارات دستش میره، گوش مفت خیلی خاصی چیز با ارزشیه، آدم نمیخواد دست بده. این شما و این بحث کارشناسی در تیوی ریش. خودشون هم خودشون رو مسخره میکنن. شما خودتون گفتید الان بنزین 5-6% تورم داره. 5-6% در برابر تورمی که مثلا امسال حدود 40% هستش مهم نیست. یعنی یه طوری ما رو تفت دادن که 6% مثلا برامون هیچی نیست. بله. یعنی یه 6% الان تو هر کشوری بدی ممکنه کشور داغون بشه. بله ما در پایان توجه شما رو به نمایش جالبی از تعادل جلب می‌کنیم که در نوع خودش تماشاییه.